بنده امیر فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومن؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امیر فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که پشت پرده های پنهان رانت مالی و قرارداد میلیاردی جواد خیابانی، مجری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون فوتبال رو برای شما افشا بکنیم و اسناد و مدارکش رو به شما نشون بدیم. قراردادی که 78 میلیارد تومان ارزش داشته و سال 95 بین شرکت جواد خیابانی که اسمش بازرگانی ورزشی پارس بوده با فدراسیون فوتبال عقد قرارداد میشه و بعد از اون کارلوس کیروش انتقاد میکنه به کیفیت اون لباس ها. برند جیووای بودش که نمایندگیش رو جواد خیابانی وارد ایران میکنه و با اعتراض کارلوس کیروش و سایر مربی ها مواجه میشه و قرارداد 78 میلیاردی جواد خیابانی رو هوا میره. بعد از این اتفاق دعوا و جنگ لفظی بین جواد خیابانی و کارلوس کیروش پیش میاد و جواد خیابانی میاد از آنتن تلویزیون سوء استفاده میکنه، میاد گریه میکنه، میگه که آره نمیدونم من برای شما مردم دارم کار میکنم و نمیدونم کارلوس کیروش به مردم توهین کرد و اون اجنبی. چرا میگه اجنبیه؟ چرا پشت سرش حرف میزنه؟ به خاطر اینکه جواد خیابانی یک قرارداد 78 میلیاردی با فدراسیون فوتبال بسته بوده و کارلوس کیروش زیرابش زده بوده. اول بریم این ویدیویی که چند روز گذشته در شبکه‌های مجازی هم منتشر شد که جواد خیابانی ببینید با چه حس و حالی صحبت میکنه و از سرمربی تیم ملی انتقاد میکنه تا من پشت پرده های جالب و عجیب و غریب این جواد خیابانی هم به شما نشون بدم که دلال لباسای ورزشی تیم ملی فوتبال ایران هم بوده. همین تریبون گفتیم که لطفاً بحث کنید این اتفاقات رو. شما مربی تیم ملی فوتبال ما هستید، شما رئیس ما نیستید، شما همه کار این کشور نیستید، به خدا شما کارمند این مردمید. این مردم دارن مالیات میدن، حقوق کم میگیرن. بله درسته شاید با سختی زندگی میکنن، اما با همین سختی زندگی کردنشون با شرف زندگی میکنن. این مردم شرافت و آزادی داشتن، این مردم مردان بزرگی رو داشتن، این مردم 8 سال در مقابل تمام قدرت‌های دنیا وایستادن، خم ابرو نیاوردن. شما چی میگی آقای کیروش؟ اصلا واقعا حرف حساب چی؟ قربونت برم من. شما مگه مربی تیم ملی فوتبال نیستی؟ چرا به فن تیمت، چرا فن تاکتیکی و تکنیکی تیمت نمیرسی؟ واقعا من نمیدونم واقعا چجوری باید من طرح بکنم این موضوع. که ببینید مردم ما آقای کیروش عزیز، دوستتون داریم، به خدا باور کنید من تو مقام قضاوت الان نیستم، واقعا نیستم. من فقط تو مقام روایت هستم، راوی درد دل مردمی هستم که شب و روز دارم باهاشون حرف میزنم. این مردم بله شاید دونه شب دارن شما میگی ندارن، من میگم باشه به قول شما ندارن، اما همونی رو که دارن رو با همسایه‌شون قسمت میکنن. شما چه کردید آقا؟ خبر دارم که و میدونم که 900,000 دلار فقط به خاطر این 6 ماه پول نقد گرفتید. درسته آقای کیروش؟ نوش جونتون، حقتونه بگیرید. میدونم که برای هر بازی اگر پیروز بشید 6000 دلار اضافه میگیرید. یمن رو بردید 6000 دلار، ویتنام بردید این 12000 دلار. میدونم که برای صعود چیزی حدود 7000 دلار اونجا میگیرید. چرا من یه صندوق خیری را میندازیم، شما کمک کنید به مردمی که گرسنه‌اند و سر سفرهشون نون ندارن بخورن. لطفا این کمک رو به مردم بکنید. اگه فکر میکنید که مردم ایران گرسنه‌اند، نه آقا، مردم ایران شرف دارن آقای کیروش. مردم ایران با وجودشون زندگی کردن. مردم ایران من این خاک جونشون رو دادن. قربونت برم من. تو چه مقامی هستی که داری اینجوری مردم من اهانت می‌کنی؟ تو یه نفر بلند آقای تاج، رئیس محترم فدراسیون فوتبال، چرا برخورد نمی‌کنی با این رفتار؟ چرا دوست نداری که این تیم قهرمان بشه؟ چقدر شده که ما در طی مسابقات مختلف ملی اسیر همین جو شدیم؟ لطفاً بحث کنید. دیدید چه بغضی کرد و با چه لفظی صحبت می‌کرد؟ اگر من این اسنادو امروز افشا نمی کردم جواد خیابانی میشد یک اسطوره و بت، چیزی که ما درونش تخصص داریم که از افراد و اشخاص بتسازی بکنیم. ببینیم سند ثبت شرکت جواد خیابانی. 8/11/1394 شرکتی تحت عنوان بازرگانی ورزشی پارس تأسیس میشه. شرکتی که
فعالیت‌های اون اجرای فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای ورزشی بازرگانی به ویژه انواع وسایل ورزشی، فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و ورزشی هم از داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌ها هستش. اما اعضای هیئت مدیره این شرکت جالب هستند. جواد خیابانی به شماره ملی 0322 87 90 86 توی این شرکت میاد سمت نایب رئیس هیئت مدیره رو بر عهده میگیره. حالا این بازرگانی ورزشی پارس چی هستش؟ بازرگانی ورزشی پارس شرکتی بوده که نمایندگی لباس جیووا یا برند جیووا رو وارد کشور میکنه و این برند جیووا میاد قراردادی رو با تیم ملی فوتبال ایران میبنده، با فدراسیون فوتبال ایران میبنده که 78 میلیارد تومان ارزش این قرارداد بوده، تحت عنوان این قراردادی که جواد خیابانی دلال اصلی اون بوده و همیشه صدا و سیما عادل فردوسی و برنامه 90 هم همین میثاقی و امثال اینها نسبت به این قرارداد هم سکوت کردن و هیچ وقت نیومدن لو بدن که جواد خیابانی رئیس هیئت مدیره شرکتیه که تونسته بوده لباس رو غالب بکنه به تیم ملی و سایر تیم‌های مثل پرسپولیس و سایر تیم‌های بزرگ دیگه مثل نفت تهران که اینها بیان از این برند استفاده بکنن. و بعد از اون کارلوس کیروش انتقاد میکنه که البته حالا بماند که پشت پرده کارلوس کیروش هم نکات جالب و عجیب و غریبی وجود داره. حالا ما امروز قصد داریم که بپردازیم به این جواد خیابانی و این شرکتی که این شخص داره و این قرارداد رو از چنگ جواد خیابانی در میارن. جواد خیابانی که همیشه میاد با نگاه مظلومانه میاد و یه برند درب و داغونی بودی که صدا و سیما حتی برنامه 90 هم میاد راجع به برند جیووا صحبت میکنه و میگه که این برند داغونی هستش، حالا جلوتر بهش میپردازیم. اما اصل صحبت‌های جواد خیابانی هم جالبه، میاد میگه که آره ملت ما جنگ رفتن، بعد کارلوس کیروش داره به ملت ما توهین میکنه، در صورتی که صحبتی که کارلوس کیروش کرده بوده منظورش مردم نبودن، منظورش بازیکن‌های فوتبال بودن. هرچند که قرارداد کارلوس کیروش هم توش بحث هستش و داره پولهای میلیونی و میلیاردی میگیره و باید فدراسیون فوتبال به این قضیه ورود بکنه و پاسخگو باشه، اما فدراسیون فوتبالی که میاد اینجوری قراردادهای میلیونی و میلیاردی رو با رام ترابی به جواد خیابانی میده و بعدش هم خودش حاضر آبروش بره اما نیاد اسم جواد خیابانی رو بگه، شما بدونید تهش چی هستش. بریم ببینیم که این اصلا برند جیووا چی بوده و چه اتفاقاتی افتاده. ادامه گزارش رو خودتون ببینید متوجه میشید. هجوم برندها به فدراسیون فوتبال. این ادعای رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بعد از پایان قرارداد با آل اسپورت. این اتفاق با رفع تحریم‌های ایران از سوی 5+1 همراه شده بود تا بالاخره آرزوی هواداران تیم ملی برای امضای قرارداد با برند درجه 1 به واقعیت نزدیک بشه. آرزویی که البته پیش از تحریم‌ها اونطورا محال نبود و یوز پلنگ‌های ایران در 2 جام جهانی 98 و 2006 با گربه معروف پوما روی سینه‌شون شناخته می‌شد. آدیداس، جوما، هومل، لینینگ، آل اسپورت، لوتو و چند برند دیگه به فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادن و حتی در این مدت از سوی نایکی هم تماسایی برقرار شد. با این پیشنهادها بود که دیگه کسی نگران اتفاقات گذشته نبود. اتفاقاتی شبیه به آب رفتن پیرهن تیم ملی بعد از شستشو در جام جهانی برزیل. پیشنهاد برترین برندهای ورزشی دنیا روی میز رئیس فدراسیون بود، اما تاس اقبال ناگهان از سوی نایکی و آدیداس لوتو به سوی یک برند چرخید که کمتر کسی نامش رو شنیده بود. جیووا، برند گمنام ایتالیایی که سال 2008 تأسیس شده و حتی تو خود ایتالیا هم چندان جدی گرفته نمیشه. کارپی مشهورترین تیمی بود که برند جیووا رو میپوشید، تیمی که سال گذشته از سری بی به سری آ اومد و حالا دوباره به همون سری بی سقوط کرده. تو سایت رسمی جیووا تا دلتون بخواد نام تیم‌های درجه 4 اروپایی دیده میشه، اما دریغ از یک تیم بزرگ، شاید بهترین قرارداد تاریخ 8 ساله این برند نوپا توافق با فدراسیون فوتبال مالت بوده. با همه این اوصاف، جیووا که پیش از این بر تن هیچ تیم بزرگی ننشسته بود، 15 اردیبهشت در مراسمی به عنوان برند لباس تیم ملی ایران رونمایی شد. رونمایی از پیراهن‌های ساده جیووا روی تن مانکن‌های پلاستیکی که کاربران شبکه‌های اجتماعی به شوخی اون رو مدل خوبی برای لباس خواب می‌دونستن. بزرگترین قرارداد تاریخ جیووا برای این شرکت ایتالیایی اونقدر مایه افتخار بود که خبر قرارداد اونها با فدراسیون فوتبال ایران برای روزهای طولانی خبر 1 سایت رسمیشون شده بود. قراردادی که تولیدی بیکیفیت ایتالیایی رو از لیگ دسته 3 اسلوونی به جام جهانی 2018 روسیه می‌برد.
همه اینا با دونستن اینکه رقیبان ما در مرحله مقدماتی جام جهانی و سایر تیم‌های سطح اول آسیا معروف‌ترین برندهای ورزشی دنیا رو میپوشن، عجیب‌تر هم جلوه میکنه. تیم ملی برای اولین بار 13 خرداد در بازی دوستانه با مقدونیه پیراهن‌های جیووا رو پوشید، اما کیفیت اون به قدری پایین بود که حتی نماینده جیووا در ایران هم این پیراهن‌ها رو در شأن تیم ملی ایران نمیدونست. جیووا که تونسته بود با مهمترین تیم فوتبال ایران قرارداد ببنده، حالا دیگه خیلی راحت میتونست با تیم‌های باشگاهی هم قرارداد امضا کنه. از پرسپولیس گرفته تا سایپا، ملوان، تراکتورسازی و صنعت نفت. اما هنوز فصل لیگ برتر شروع نشده بود که بازیکن‌ها به جنس لباس‌ها اعتراض داشتن و حتی بعضی از اونها تو تمرینات یقه لباس‌ها رو پاره می‌کردن تا بتونن بهتر نفس بکشن. کیفیت بد تنها مشکل پیراهن‌های جیووا نیست. قیمت بالای لباس‌های بی‌کیفیت جیووا تو ایران اصلاً با برندهای درجه 1 دنیا هم قابل مقایسه نیست و البته با قیمت واقعی اجناس که تو سایت رسمی این تولیدی به فروش میرسن هم تفاوت زیادی داره. ادعا شده بود جیووا طی 3 سال 6 میلیون یورو برای تهیه لباس‌های تیم ملی ایران هزینه خواهد کرد. حالا اجازه بدین این ادعا رو با هم بررسی کنیم. تو سایت رسمی جیووا هر ست کامل لباس که شبیه به لباس تیم ملی ایرانه به قیمت 13 یورو فروخته میشه. 13 یورو. پس یعنی این رقم 6 میلیون یورویی که از سوی نمایندگان جیووا اعلام شده معادل قیمت 461,358 دست لباسه. آیا تیم ملی ایران تو 3 سال آینده اینقدر لباس مصرف خواهد کرد؟ اگه فرض کنیم جیووا به 25 بازیکن تیم ملی و 10 نفر کادر فنی لباس رایگان بده، هر یک از اعضای تیم ملی در 3 سال آینده باید روزانه 10 دست لباس دریافت کنن تا معادل رقم 6 میلیون یورویی بشه که نمایندگان این شرکت ادعا کردن. البته لباسای تیم ملی رایگان داده میشه، اما تو قرارداد فدراسیون فوتبال با این برند ایتالیایی اومده که فقط لباس تیم بزرگسالان رایگانه و لباس تیم‌های رده‌های سنی به ایران فروخته می‌شود. حالا بعد نیست سراغ یکی از باشگاه‌ها بریم تا متوجه بشیم این لباس‌های بی‌کیفیت چه هزینه‌ای برای اونا خواهد داشت. تو متن قرارداد جیووا با یکی از تیم‌های باشگاهی شرط شده که تولیدی ایتالیایی به ازای هر 5 تمرین 1 لباس تمرین و به ازای هر 3 بازی 1 دست لباس رسمی به اونها میده. با این حساب 25 بازیکن هر تیم در طول فصل حتی اگه 1000 دست لباس کامل از جیووا دریافت کنن، با قیمت هر دست لباس 13 یورو میشه 13000 یورو، یعنی چیزی بالای 50 میلیون تومان. اما مبلغ قرارداد باشگاه با این برند چقدره؟ 250 میلیون تومان، یعنی 5 برابر قیمت واقعی اون که اصلا مشخص نیست سود این قرارداد به جیب چه کسانی میره. انگار داستان ما و لباس هامون تمومی نداره. متوجه شدید چه پول‌های میلیونی و میلیاردی تحت عنوان این شرکت‌های مختلف با فدراسیون فوتبال قرارداد بندن؟ تازه یکیش بود لو رفته که همین آقای جواد خیابانی که تحت عنوان مردم میاد از تریبون صدا و سیما استفاده میکنه و هی مردم میکنه و بغض میکنه. خب و بغضش به خاطر اون قرارداد 78 میلیارد تومانی بوده که از چنگش در آوردن و خدا میدونه چقدر از این قراردادها بوده و خواهد بود و یکیش حالا لو رفته و ما اجازه نمیدیم در رسانه پشت پرده که کسی در واژه مردم و با واژه مردم تحت قالب نمیدونم مجری و اپوزیسیون و لیدر و امثال اینها بخواد به اسم مردم سوء استفاده بکنه و بخواد با احساسات مردم بازی بکنه. ما از کسی نه دفاع میکنیم و نه از کسی حمایت میکنیم. ما سعی میکنیم کسایی که به مردم دروغ میگن رو در رسانه پشت پرده افشا بکنیم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید، لایک بکنید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب بکنید. وبسایت ما پشت پرده .com هم جدیداً راه افتاده که میتونید از اونجا آدرس کانال تلگرامی و اینستا و سایر شبکه‌هایی که ما اونجا فعالیت‌های خودمون رو میذاریم هم ببینید و دنبال بکنید. مرسی که با ما بودید.